بینندگان عزیز، حالا درباره یک حادثه فوجیه بار در یک خانواده ناحیه عینی حرف میزنیم. ابتدای ماه گذشته در رسانه‌ها خبری نشر شد که گویا یک زن بر اساس رشک و مناقشه اولیوی خود را آویخته است. ولی تحقیق موشکافانه مفتشان امور داخلی ناحیه عینی به این خلاصه آمده است که این زن خودکشی نکرده بود، او را به قتل رسانده برای پنهان نمودن ایز جنایت به دار آویختند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. تفتیشات پیشکی حالا به کجا رسیده است و سبب اصلی این حادثه معلوم شده است یا نه؟ ببینید، این خانم که وزارت امور داخلی از وی شکرانه حیدر و نام میبرد، زن دومی صفی الله رحمانوف بوده است. حادثه در همون خانه رخ داده است که مرد با دو همسرش زندگی میکرد. نزدیکان شکرانه میگویند با وجود آنکه در وقت خواستگاری رازیگی خطی زن اول در مورد ازدواج شوهرش با شکرانه پیشنهاد شده بود، ولی همچنان میان آنها روزی خوش نبود و همیشه جنگ و کشاکش جریان میگرفت. طوری ما میدونیم در تاجیکستان قانونگذاری دوزنگی را اجازت نمیدهد. پس چگونه این مرد توانسته است عمل خلاف قانون را صادر کند؟ یعنی میشود گفت جنایت الکی از این پیشتر صادر شده است، نه؟ ببینید، یک کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی به رادیو آزادی گفت که تفتیشات پیشکی ادامه دارد و حالا دادستانی ناحیه در این زمینه تحقیقات برده ایستاده است. و گفت در نسبت دو متهم با دو بند قانون کشتار انسان و پنهان نمودن جنایت پرونده جنایی آغاز کرده است. اما این کارمند درباره آنکه این مرد دوزنه بود چیزی نگفت. در صحبت با ما پدر مرد متهم گفت که نظر خود را وابسته به این حادثه تنها در دادگاه بیان میکند. همین قدر حالا واضح است که شوهر در بازداشت و زن یکم او در آزادی قرار دارد. مفتشان به ما وعده دادند که در این باره معلومات بیشتر میدهند. طوری به نظر می رسد سالهای اخیر قتل زن و شوهر به دست یکدیگر در منطقه تاجیکستان زیاد شده است. چرا این مسئله تا رفت داغ می شود در حالی که تاجیکستان بر ضد خشونت جزا تعیین کرده است؟ بله، دقیقاً. ببینید شالا، متاسفانه بعضی از این حادثه ها در روز روشن و در پیش چشم مردم صورت می گیرد و بهانه چنین برخورد هم اساساً بی‌وفایی و رشک و مشکلات اجتماعی زندگی و جنجال خانوادگی گفته می شود. مبارزه با خشونت در عائله به قول کارشناسان از آن جهت مشکل است که خادمان حفظ حقوق بسیار وقت شکایت بر اساس ماجراهای عائلوی را جدی نمیگیرند. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان طی 2 سال اخیر بیش از 10 حالت کشتار همسران با دست شوهران ثبت شده است. کشتار در تاجیکستان بر اساس ماده 104 کادکس جنایی بررسی می شود و این ماده از 8 تا 25 سال زندان را پیش بینی می کنند. تشکر برای صحبت. در همین حال تحقیقی که با مساعدت کمیته کار با زنان تاجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی 3 سال پیش انجام شده است نشان می‌دهد که 97% مردان و 72% زنان به این نظرند که برای حفظ عائله زنها باید هر گونه جبر به جانشان را تحمل